ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حضرت عبدالله ابن عمرو ابن عاص میگوید که من از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که حضرت گفتند خداوند علم را از میان مردم با یک بارگی از بین نمیبرد، بلکه علم را به سبب از بین بردن علما و دانشمندان دین از میان میبرد. حتی اذا لم یبق عالما، حتی زمان فرا رسید که یک عالم و دانشمند در میان مردم باقی نماند. خداوند هم عالمان و دانشمندها را پی هم از میان بردن گرفت، چنانه که چند سال می شود در این سرزمین ما پیشواها یک قیفسی دیگری رفته ایستادند. وقتی که خداوند عالمها را از میان برد و عالمی را در این حیات در این روی زمین باقی نگذاشت، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، مردم پیشوایان جاهل و نادان را برای خود پیشوا میگیرند. عزیزان اهل اسلام، امروز ما و شما میبینیم یکی از پیشواهای بزرگ ما، یکی از عالمهایی که وصف او را بزرگان خودشان میدانند، عزیزان اهل اسلام، هم عالم ربانی، هم مرشد، هم حافظ کلام الله، تمام دارای صفتهای خوب امروز از میان ما رفت. وقتی که چنین انسانها در میان مردم باقی نماند، خداوند عالمی را باقی نگذاشت، مردم دیگر پیشوایان جاهل و نادان را برای خود پیشوا میگیرند. فسئلوا فافتوا بغیر علم، پس هنگامی که اون اشخاص جاهل و نادان، اون انسانهایی که عالم و دانشمند نیستن، از علم شریعت بهره ندارن، اما همچون پیشوا قرار گرفتند، وقتی که اونها را پرسیده می شود فسئلوا فافتوا بغیر علم، اون اشخاص نادان بدون علم و آگاهی به مردم فتوا صادر میکنند. فضلوا و اضلوا، پس اونها خود گمراه در نتیجه دیگران را هم گمراه میکنند. از این رو عزیزان اهل اسلام، وجود علما را غنیمت دانید. پیش از آنه که علما و دانشمندان دین از میان ما و شما روند، احترام اونها را بجا بیاریم، از علم اونها استفاده کنیم، در نزد اونها زانوی ادب زنیم، تعلیم علم گیریم و احکام شریعت از اونها پرسیم، حلال و حرام از اونها فهمیم. چون که از میان که رفتن دیگر پشیمان میشیم، دیگر پشیمانی سود نداره.